گوز خودمو فروشان و سایب دو دانه بنگله خونمو رو بگم خونمو گوز چقدر قیمتی است شما روش می فروخته شد، گلمتان جمع شد، چیزی که بود نبود. عزتتان، آبرویتان، شرافتتان که شما ندارین تمامش در سوشال میدیا به خاطر گفت به فروش مانده بدین. این بازیتان در بازار برآمد، چی ماند براتان؟ یک زنی که بادش در محضر عام خطا بخوره، بازو خورخوندهش هم یک تن فروش به زبان خود میگه که ما شبانه 3 ساعت 4 ساعت لایف میریم، گدایی میکنیم، تن خود به فروش میرسونیم. اینه می رقم تن فروش ها و گدایگرا باز میگه که ما یک مرد خوب در زندگی خود کار داریم که با عزت باشه، با وقار باشه، پول داشته باشه، خانه داشته باشه. او تن فروشا شما را اونو پدرتان که در داخل خانهتان از شما را قبول نداره. یک مرد بیگانه شما را چطور میتونه قبول کنه؟ کدام اولاد خوش داره که مردم بگه که مادرش گوزوک بود یا مادرش تن فروش بود؟ شما خود درباره آیندهتان فکر نمیکنین. یعنی ببینین هر روز به عزت بیابرو شده میرین، چیز نمون براتان. باور کنین یک راه از خودکشی. برین رسپاند پرتین خدا بکشین، دیگه برای شما چیز نمانده. لعنت خدا سر شما تن فروشا.